سلام دوستان، وقتتون بخیر. میخواستم در مورد موضوع دین و مذهب صحبت بکنم براتون. موضوعی که بیشتر انرژیاش مرتبط با خونه نهم چارت تولده و اینکه هر چقدر افراد سیارات بیشتری مرتبط با خونه نهم داشته باشن، موضوع دین و مذهب توی زندگیشون پررنگ‌تر میشه. اگر این سیارات خوبی باشند، کمک میکنن که فرد بینش درست و بهتری نسبت به موضوع دین و مذهب داشته باشه و اعتقاداتش رو بهتر بتونه تنظیم بکنه تو مسیر زندگیش. اگر که سیارات نامناسبی باشند، حتی میتونه باعث بشه که با افرادی که تو حوزه های دین و مذهب فعالیت میکنن دشمنی داشته باشه. اینو میخوام بگم. قضاوت کردن در مورد اینکه چه چیزی درسته و چه چیزی غلط راحت نخواهد بود و نیست. اصلا کار راحتی نیست. چون هر کسی توی این عالم با انرژی هایی که از خونه نهم چارت تولدش میگیره دنیا میاد و بر اساس اون شروع میکنه مسیر زندگیش رو جلو رفتن. حتی اینو میخوام بگم که توی مسیر تاریخ افراد مختلفی اومدن چارت تولدشون رو زندگی کردن، شاید بعضا دین جدیدی، مذهب جدیدی رو اندازی کردن برای اینکه پیروان خاص خودشون رو داشته باشن، برای اینکه اعتقادات خاص خودشون رو به دیگران منتقل بکنن و هر کدوم مدعی بودن که من نوعی درست هستم و دیگران درست نبودن. من چیز کامل تری آوردم و قبلی ها کامل نبودن. این رو میخوام بگم که هر کس تو این عالم اومده انرژی خودش رو زندگی کرده. این که بخوایم قضاوت بکنیم کی درست میگه کی اشتباه میگه اصلا کار راحتی نیست. کما این که حالا مثلا مسلمون ها ادعا دارن که تو این عالم که با جمعیت هولوش 8 میلیاردی حدود 1 میلیارد نفر مسلمان وجود دارند، اما آیا میشه گفتش که این 1 میلیارد مسلمان اسمی قراره که سرنوشت بهتری داشته باشن؟ جواب به نظرم اینه که قطعا اینطور نیست. برای مسیحی و یهودی و بودا و سایر ادیان هم به همین صورت پاسخ. پس به نوعی هر کسی اومده برای اینکه باورها و اعتقادات خودش رو برای دیگران جا بندازه و بگی که اون چیزی که من میگم درسته و فکرم میکنه که درست فکر میکنه. پس عمیق‌تر فکر بکنیم. آیا واقعاً یکی از این ادیان و مذهب درسته؟ اصلا باید دین و مذهبی داشت یا نداشت؟ آیا یه سری افراد که خونه های نوع شلوغتری داشتند، موضوع باور و اعتقادات براشون مهمتر بوده، نیومدن برای بقیه تعیین تکلیف بکنن، جا بندازن که باید دین داشت، باید مذهب داشت؟ به نظرم عمیق‌تر فکر بکنید. فقط تحت تاثیر حرفها و گفته های دیگران قرار نگیرید. هر کسی اومده توی گذشته گفته که من درستم، من درست میگم، سعی کرده که یک سابقه خوبی از خودش به جا بذاره و این دنیا رو ترک بکنه.
توصیه‌ام اینه که پس عمیق‌تر فکر بکنید، دوباره فکر بکنید. فکر نکنید که افرادی که ازشون یه سری اسم باقی مونده و شاید یه سری کتاب که نشه گفت درسته یا غلط، حتما حرفای درستی میزدن. ما که اون افراد رو ندیدیم. همه چیز بر اساس شنیده هاست و یه سری نوشته ها که معلوم نیست تا چه حد درستن تا چه حد غلط. قضاوت کردن پس کار سختیه. پس هر کسی قراره که مسیر زندگی خودش رو بره و لزوماً با دین و مذهب این مسیر به جای بهتری نمیرسه، مگر اینکه بتونید با شواهد این قضیه رو اثبات بکنید. حداقل من توی این مسیر زندگیم که تا حالا اومدم اثباتی ندیدم. شاد و پیروز باشید.